تکنیک کیمورا از فولگان و بدل کیمورا. وقتی حریف فولگان تو قرار گرفته، کنترل سر، آنبهود و اوورهود، میرسی به مچ دست. یکی دست از بالا از پشت بازو میاری، مچ دست خودتون میگیری. بعد از اینه که با فشار پا به سمت دنده ها و با دست به سمت بازو. وقتی که اومدی اجرا کنی، حریف میاد با دست خودش دست میده به این حالت. نمیذاره کیمورا رو اجرا کنی. ولی تو دستش رو هنوز داری. اینجا بلافاصله یه شیرینگ کوچیک میای تو دستت، تو ساحلت قرار میگیری، همزمان سویپ، هیپ پاپ، یه مدل سویپه با این پا و با هیپ خودت بلند میشی، همزمان با دستت هم کمک میگیری، حریف رو برمیگردی، میای رو مورد کنترلش میکنی. پس هم باید بزنی کیمورا، هم برای بدن کیمورا کنترل چپ.